اگر یک کارمند در وقت کارهای اداری کار شخصی خود انجام بده حکمش چیست؟ اگر فرصت پیدا کرد وظیفه اصلیش ادای وظیفه کارمندی و حکومتیش است. اگر فرصت دست داد میتونه کار شخصی خود انجام بده. از اینکه بیکار تیر شود میتونه به کار شخصی خودم برسه، مشکل شرعی نداره. و اگر نه کار شخصی خود در اولویت قرار داد، اونجا فرما مانده، جداول مانده که را باید پر کنه، مگه برو سبا میکنم با مصروف کار شخصی خود میشه؟ این درست نیست. حق اولیت به کار حکومتی و اداری است. اگر کسی بدون اجازه از همسایه خود وای فای استفاده بکنه، این دزدی است، این حرام است، این تجاوز است. تجاوز به مال در تکر است با حفظ مقصد حفاظت مال، با یکی از مقاصد خمسه در تکر است. چرا؟ وای فای یعنی پول، وای فای یعنی پیسه، وای فای یعنی مال. تو امور رقمی که موترش گرفتن نمیتونی، وای فایش هم گرفتن نمیتونی بدون اذنش. این جایز نیست. آیا گفتن یا محمد صلی الله علیه و سلم و یا رسول الله و نوشته کردن او در بعضی از دیوارها جایز است؟ نوشته کردن به دیوارها تا زمانی که ضرورت نباشه چی ضرورت است آدم نوشته بکنه؟ اما گفتن یا محمد یا رسول الله فرق میکنه. چرا میگه آدم میرن؟ اگر به این خاطر گفت که رسول الله حاضر و ناظر است، حرف ما را میشنوه، به فریاد میرسه، مثل که بریلوی ها معتقد هستند به این عقیده بریلویت هم این رقم است و میگن محمد نور است، هر جا حاضر و ناظر است، یا رسول الله یا محمد، این کار نادرست است. اما به این خاطر اگر یا رسول الله یا محمد میگه، به خاطر اظهار محبت با رسول الله صلی الله علیه و سلم، به خاطر عشقی که به محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم داره، باز در این صورت مشکل شرعی نداره. اینمی لحظه که ما شما روز جمعه نام رسول صلی الله علیه و سلم میگیریم، میگیم اللهم صل علی محمد صلی الله علیه و سلم، اینمی درود ما را محمد و رسول الله در روز جمعه میشنوه. اینمی لحظه در غیر جمعه باز ملائکه میرساند درود بر رسول صلی الله علیه و سلم که احمد بچه محمود بر تو درود فرستاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک نوع زندگی خاص دارد در برزخ و خاک که محمد رحمت است به او، این توان نداره که بر جسم رسول صلی الله علیه و سلم آسیب برساند. اگر امیال قبر رسول صلی الله علیه و سلم قبر مطهرش باز شود، اون امور رقم تر تازه‌ای که در حیات مبارکش بود، امور رقم تر تازه است. حیات برزخی محمد و رسول الله، حیات برزخی شهدا، حیات برزخی علما تا حیات برزخی علما یادی تفاوت دارد. حال شما ببینید این از عقلم دور نیست. این میادی مثلا نت در کل کره خاکی حضور داشته باشه و فعال باشه، عوارض تکنیکی نداشته باشه، یک صدا اینجا که کل مردم بشنوه. وقتی که بشر توان پیدا کرده که از مرکز وقتی که یک صدا زده میشه با کل جایی که شبکه‌های وصل است میشنوه، انتقال میشه. این توان الله جل جلاله نداره، نعوذ بالله، که به رسول الله صلی الله علیه و سلم این توان داده باشه که در کل کنج دنیا کسی بگه اللهم صل علی محمد، محمد رسول الله بشنوه صلی الله علیه و سلم. حکم دعا کردن بعد از نمازهای فرض که سنت دارد چیست؟ دعا هر وقت عبادت است. بعد از نماز، قبل از نماز، در مسجد، در بیرون، در هر جا، به شکلی که به اصطلاح ما شما یک تعداد ما زیاد دعا را محکم گرفتیم بعد از نماز سنت و بعد از نماز فرض، به این شکلی که ما شما دعا میکنیم جمعی بعد از فرض لازم میدانیم که کل مردم باید بشینه دعا بکنن و بعد از سنت کلتان بشینه دعا میکنیم. این فرض دانستن، واجب دانستن درست نیست. بعد از فرض علما میگن احتمال اجابت دعا است که انسان بعد از فرض دعا بکنه، احتمال اجابتش بیشتر است اگر دعا بکنه، شخصی دعا بکنه، جمعی دعا بکنه.
گپی نداره. سر از این زیاد یک تعداد مردم محکم میشوند که الا برای سنت دعا بکن، برای فرض دعا بکن. به او حد نیست که آدم بحث بکنه سر از دعا و مخ و عباده. هر جایی که برابر شد برای دعا بکن. رو خود به جنوب بود، رو خود به شمال بود، رو خود به شرق بود، رو خود به غرب بود، رابطه تا با پروردگار قوی بکن. ادعونی استجب لکم. کردن بر از نماز سنت یا بر از نماز فرض. دعا عبادت است، هر وقت میسر است. مستحب طریقه است که بعد از فرض دعا شود، اجابت احتمالش بیشتر است. اگر کسی برای گرفتن وظیفه مدرک تحصیلی جعلی پیدا بکند، بله، اگر مدرک جعلی پیدا کرد، خودش اهلیت اون مدرک نداشت، از طریق دروغ مدرک گرفت، پولی که بالا از این مرتب می شود، پیسه که از اون طریق پیدا میکند حرام است. زیرا به مبنای چل و ول و مکر به اصطلاح پول آمده. در دیگه قضایی هم که به اصطلاح نارواست در اینجا نارواست. دیگه سوال، اگر فروشنده در تبلیغات اینترنتی ویژگی ها را ذکر کند که واقعیت ندارد، این چل و ول است یا لغش است، این درست نیست. یکی از شرایط قبولیت بیع آنلاین همین است، مواصفاتی که در مبیعه، در اون شیء که میفروشی، چیزی که ذکر میکنی از طریق سایت خود، همون چیز باید باشه. وقتی که اون خریدار سایت تو را باز میکنه، سر میزنه با تمام بخشایی که تو اونجا وضع کردی، یکیش به صورت انتخاب میکنه با تمام شرایطی که اونجا میگه باید با شرایط باشه. اگر بود خوب، اگر نبود او حق داره که بیع فسخ بکنه. و در اونجا در وقتی که به اصطلاح گفت و شنود آنلاینی میکنن، میگن که اگر مطابق با این شرایط خوب، اگر نبود، اگر مبیع عیب داشت، این مسترد میشه. این خیار رویت میگن فقها، خیار رویت. وقتی که دید اون رقمی که توصیف شده بود رقم نبود، میتونه پسش بکنه. شرکا بدون اجازه دیگران از ملک مشترک برای کار شخصی خود استفاده کند، حکم چیزی نادرست است. بدون اجازه شرکا نمیتونه کار. سوال هشتم، اگر یک شخص که تازه به اسلام مشرف شود، آیا احکام شریعت مانند نماز، روزه و غیره بالاش فورا فرض می شود؟ و اگر فرض شود تو خود نمیفهمد چه کار بکنه؟ دفعتاً به نوع مسلمان شدن فرض است که کلمه بخونه و مسلمان شود. بعد از اینکه مسلمان شد، احکام باز براش تعلیم داده شود و باز شروع بکنه. نماز و روزه بود، روزه بگیره، حج داشت به حج بره، و اگر به اصطلاح مالک زکات بود، مالک نصاب بود، زکات بده. این کار تا وقتی که یاد بگیره، خب چند وقت نماز تیر میشه، یاد نداره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یک شی که بالای آدم فرض باشه، علمش هم فرض می باشه. برای فعلا که علم نداره، فعلا سرش فرض نیست. هر وقت علمش هم پیدا کرد، با سرش فرض میشه. بعضی از جوانان نماز میخوانند، تنها فرض میخوانند، نه سنت میخوانند، نه واجب. میگن که فرض مهم است، فرض اداش امر خداست. برادرای محترم، امر خدا کلش است. امر خدا یعنی حکم خدا. اصولیون میگن که حکم خدا گاهی در چوکات فرض، گاهی در چوکات واجب، گاهی در چوکات سنت، گاهی در چوکات مستحب متوجه انسان ها میشه. حکم معنایش هم است خطاب خداوند که متعلق باشد به افعال بنده ها. معنای حکم هم است. در جانب نهی گاهی حرمت افاده میکنه، گاهی کراهیت افاده میکنه. در جانب امر گاهی وجوب افاده میکنه، گاهی فرضیت و گاهی هم سنت بودنه. و کسی اگر مستحب ترکت، فردا سنت از پیش میمانه. کسی سنت ترکت، فردا واجب از پیش میمانه. تسلسل داره. فرض باز فردا واجب که ترکت، باز پس فردا فرض از پیش ترک میشه. هر کدام از اینا متمم یک دیگر هستند. در این زمینه آدم باید پابند باشه. پابند مستحبات، سنت ها، واجبات، تا اینکه به اصطلاح با فرض میرسه. این کارشون صحیح نیست. هر کسی کس خواهر عزیز، برادر محترم، باید همه بجاشه. در داخل نماز مستحبات وجود داره، در داخل نماز سنت ها وجود داره، در داخل نماز فرایض وجود داره. درباره چیدن ابروی خانم ها یک معلومات بتین که مردم یک سردرگمی مانده. بعضی ایرا جایز میگن، بعضی ناجایز. ایرا نمس میگن، بساط چیدن ابرو یا چیدن یک قسمت موی از مویایی که در چهره زن میباشد. دیدگاه متفاوت در این زمینه آمده. خب اگر به اصطلاح با امر شوهر باشه، با امر شوهر میتونه مویای روی خود از زن به اصطلاح پاک بکنه و ابروهای خود اصلاح بکنه. او هم نظر به ضرورت. خود تقوی است که نکنه. چرا رسول صلی الله علیه و سلم
ابی کسی که نامسا باشه، امیر رسول صلی الله علیه و سلم کلمه لعنت برش گفته. بهتری است که اجتناب بکنه و اگر گاه ضرورت های خانوادگی ایجاد میکنه باز مشکل نیست. دیدگاه متفاوت در زمین آمده است. این است که الله متعال گفته این جاعل فی الارض خلیفه، ما آدم خلیفه، این اولاد آدم بشر انسان ما خلیفه پیدا کردیم و خلیفه خود در زمین می باشه. اینجا گفته فی الارض، در زمین. آدم علیه السلام در بهشت چرا بود؟ برادر محترم خواهر عزیز، آدم علیه السلام در بهشت خلق نکرده. اول الله جل جلاله آدم علیه السلام در زمین خلق کرده بود. باز در بهشت برد، اونجا نعمت‌ها را برش به اصطلاح نشان داد و در اونجا مورد آزمایش قرارش داد. گفت ما که تو را خلیفه پیدا کردیم، اگر وظیفه انجام دادی این نعمت‌ها باز برات داده میشه. اگر وظیفه را انجام ندادی باز از این نعمت‌ها میمانی. نمونه زندهش در بهشت برش نشان داد. این وظیفه را انجام ندادی، به اصطلاح لغزش از پیش صورت گرفت، از این نعمت‌ها باز ماندی. گفتم نخو از این درخت که خورد از این نعمت‌ها ماندی. در دنیا هم که وقتی که میری آل خیلی توبه قبول کردم، صدا زدی ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین و تلقى آدم من ربه کلمات، الله برش دو تین تا بگم میبخشمت. حالا که در زمین رفتی، خلافت زمین وظیفه است. خلافت یعنی نمایندگی خداوند، امر خدا را در روی زمین، در سرزمین خدا بالای بندای خدا تطبیق بکن. محبر الله باش. اگر وظیفه را انجام دادی پس می به نعمتایی که نشان دادم برات بهشت، و اگر ندادی باز از این نعمت‌ها میمونی. اینی معنا را داره.